120 ثانیه با ایمیل ها. 120 ثانیه با ایمیل ها رو با تشکر از دوستان عزیزی که از این هفته برای اولین بار برامون قطعات و متون طنز فرستادن آغاز میکنم. همچنین خیلی ممنونم از دوستان عزیز ABC، میترا، تب طاهری، علی آزاد و محمد بهروزی عزیز و همینطور وحیده، سامان، بابک و کوروش به خاطر نکات طنز، کاریکاتورها، تصاویر و راهنمایی‌های خیلی خوبیتون برای پیک شادی. دوست گرامی با نام مستعار ستار شکسته، خیلی ممنون از لطفتون. ضمن اسم که حتما از زاویه طنز انتخاب کردیم وگرنه شکست و شکستگی مال دشمنتون باشه. آدریان ویکتوری درخواست ترانه‌های طنز بیشتر کرده. این هفته که تلاش کردیم رعایت بکنیم، از این به بعد هم چشم بیشتر روی ترانه‌های طنز کار می‌کنیم. شما هم در مقابل لطفاً در توضیح گسترده‌ترش حتما کمکمون بکنید. محمد از استرالیا مثل همیشه طنزها خیلی خوب بودن. مهران از سمنان نوشته که یه نفر زنگ زد به 110 گفت من راننده کامیونم، همین الان زدم به یه مارمولک. طرف گفت اشکالی نداره، لاشه‌شو بنداز کنار جاده. راننده گفتش که ابا عماماشو کجا بزنم. دوست گرامی هوری، کلیپ قشنگتون رسید، خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه ما هستین. به اون جمعی هم که گفتیم با هم طنزها رو تماشا می‌کنین سلام ما رو برسونین. از توضیحاتتون هم مشخص بود که اونها هم مثل خودتون اهل کار طنز هستن، بنابراین منتظر دریافت نکات و نظرات و کارهای اونها هم هستیم. دیوید مؤید طنزات خیلی قشنگ بود، ممنون. همینطور مهدی عزیز قطعه طنز رسید، دست درد نکنه. بهرام از تبریز نوشته که مریدی شیخی را پرسید یا شیخ دریاچه ارومیه چیست که بر سر آن چنان بلواست؟ فرمود مطلبی بود در درس جغرافی که به کتاب تاریخ انتقال یافت. ما آرزو میکنیم که رژیم آخوندی به کتاب‌های تاریخ که نه، به یک آشغالدونی در دوردست‌ها منتقل بشه.